همدوران عزیز، 9 آگوست سال 2024 قرار داریم در دهه کوکسولتانی راهی شیرین بلوغ شهری وحدت. ما اینجا آمدیم برای انتخاب قطعه زمین برای پیسته شناندن. دودرک ما اسماعیل از اروپا به من زنگ زده خواهش کرد بنزین ماشین ما ریخت که رفته اکا بین که همین زمین برای پیسته می شود یا نه، که من 2 هکتار پیسته آباد کنم. انیخترش 1 هکتار پیسته و 1 هکتار بادام در همین نیم همواری نیم یبره در همین یبره. اسماعیل جان دودر جان به تو میگم که زمین تو در بلندی 1000 متر از حد برقرار داشته است، بهترین پیسته می شود و من توصیه میتونم در اینجا که پیسته کوری البته کن. من حمزه پسرم خدمت رو پیشواز گرفت. حمزه جان رحمت شما برای پیشواز گرفتن. همدیران عزیز، این برادر ما اسماعیل جان در اسپانیا و دیگر جا پیسته کوری رو دیده سخت با وجه آمده قرار کرده است که در وطن خودش هم 1 هکتار پیسته و 1 هکتار بادام آباد کند، چون که اروپا اسپانیا پیسته و بادام کوری در اوج است. بهترین پیسته و بادام ها است که ما از این پیسته و بادام ها میبیاریم از این نوع ها و اسماعیل خواهش کرده است که در همینجا شناند، در همین فقط یبره که به آب است از همونجا چشمه بوده است و آب می آورده است. قوه برق برده زمین را سوراخ کرده چاه کنده آب آورده نمیده است. خواهی اسماعیل جان به تو برای کار همدیران عزیز کدام خواهشمند است برای مانند اسماعیل شما هم یک کمر همت بندید و یک آباد کنیم وطن رو پیسته کوری کنیم. چقدر پیسته بسیار شود، چقدر پول بسیار شود، همون قدر بای میشویم، همون قدر بای شویم، همون قدر زندگانی خوب میشود، زندگانی ما و فرزندمون خوب میشود. 1 هکتار پیسته کنید اگر دیگر به مهاجرت مهنتی خدا میداند که روید شما. انا همدیران عزیز در پناه خدا باشید، با مانند اسماعیل دودری ما قرار ها کنید و پیسته زور ها کنید.